کرج. السلام علیکم و رحمت الله. آقا بهمن از شهر کرج. من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما آقای کیانی و آقای خدمتی. علیکم السلام و رحمت الله. من میخواستم سوالم با یه مقدمه بگم. آقای کیانی، کلمه آزادی واقعا یک کلمه مقدسیه و سیر تاریخ ما هم سیر آزادی بوده، اما هر وقت ما کلمه آزادی رو میشنویم در کنارش یک حدی هم باید تعریف کنیم، یعنی یک حدی هست که و یک حد و مرز آزادی هم تعریف میکنیم و هر گروهی هم آزادی رو یک طوری تعریف میکنه. پس ما از آزادی تعاریف مختلفی داریم. مثلا ما بعضی از خط قرمزا رو میبینیم تو ایران هست و بعضی خط قرمزا رو داریم مثلا تو آمریکا هست، بعضی هاش هم تو مثلا یه خط قرمزایی هم خاص تو روسیه هست مثلا، و همینطور تو اعتقادات هم همینطوره. ببینید مثلا شما همیشه میگین که ما اهل سنت آزادی نداریم. من حالا خب اینو قبول داریم به مقام فرد، اما آیا شما به عنوان یک هستین وقتی رسانه صدای آقا بهمن در استودیو واضح نیست، اتاق فرمان اگر اشکال اون رفت بفرمایید. آقا بهمن عذر میخوام، ظاهرا با موبایل صحبت میفرمایید. اگر در جای تشریف داشته باشید که موبایل به خوبی خط بده سپاسگزاریم. آقا بهمن عذر میخوام، متاسفانه ما صدای شما رو واضح نداریم. بله، با عرض معذرت از آقا بهمن، از اونجایی که ما صدای ایشون رو واضح نداشتیم عذرخواهی میکنیم از ایشون و از ناحیه خود شما بود و ظاهرا با موبایل صحبت میفرمودید و صدا واضح به ما نمیرسید. بیننده بعدی.